صدها تن از باشندگان جوزجان امروز برای آزادی عبدالرؤوف از چنگ آدمربایان تظاهرات کردند. شماری از این معترضان هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت به خواسته های آنها توجه نکند، آنها راه بندر آقینه و جوزجان بلخ را خواهند بست. عبدالرؤوف پسر 9 ساله‌ای است که پیش از 50 روز قبل در شهر مزار شریف از سوی اختطافچیان اختطاف شده بود. صدها تن از باشندگان ولایت جوزجان از بهر آزادی یک کودک 9 ساله از چنگ ربایندگان که در ولایت بلخ اختطاف شده است راهپیمایی نمودند. این اعتراض کنندگان میگویند بیش از 1 ماه می شود که این طفل 9 ساله در چنگ آدمربایان است، اما با تلاش‌های مکرر و تظاهرات هنوز این طفل آزاد نشده است. هدف کلی و اساسی ما اینمی است که از دولت هم خواست ما اینمی است تا همین اطفال ربوده شده عبدالرؤوف جان دوباره با آغوش فامیلش برگرده و کسایی که در این قضیه دست دارن و عاملین از این به پنجه قانون سپرده شده و به جزای مالشان برسند. این اعتراض کنندگان حکومت محلی بلخ را در آزادسازی این طفل ناکام خوانده و از حکومت مرکزی می‌خواهند تا برای آزادسازی این طفل 9 ساله اقدامات جدی نمایند. در همین حال برخی از اعتراض کنندگان هشدار می‌دهند اگر به خواست‌های آنان از سوی حکومت توجه جدی صورت نگیرد، اعتراضات خود را گسترده نموده و راه‌های مواصلاتی بندر حیرتان، بندر آقینه و شهرهای جوزجان مزار را خواهند بست. ما قبلا به حکومت محلی و حتی به حکومت مرکزی نیز اطلاع دادیم که اگر به داد ما نرسه و به عبدالرؤوف جان به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان کمک نکنن، قبلا هم بندر حیرتان را ما مسدود کرده بودیم رایشه. بعد از این ما بندر آقینه را نیز مسدود خواهیم کرد. اگر به این هم به داد ما رسیدگی نکنن ما مجبور مکلف هستیم شاهراهایی که ولایت به ولایت وصل است بند خواهیم کرد. عبدالرؤوف 9 ساله 51 روز پیش در راه مکتب از سوی آدمربایان در ولایت بلخ اختطاف شد، اما نیروهای امنیتی هنوز نتوانستند وی را از چنگ آدمربایان آزاد بسازند.